به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش توبه پذیر، رحیمی که هر کس درش سر بیتافت، به هر در که رفت هیچ عزت نیافت. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، موضوع امروزه ما ان شاء الله در باره صبر خواهد بود و در حدیثی که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. دوستان گرامی، در این حدیثی که خوانده شد، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم زیبا می‌فرمایند، اگرچند که جمله های این حدیث خیلی کوتاهند اما در خود یک دنیا معنایی را دارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که جدا نمی‌گردد مصیبت، بلا، امتحان بر بالای یکی از شما، یکی از مؤمنها، چه مرد باشد و چه زن. اگر امتحان بالای نفسش می آید یا بالای فرزندش یا بر مالش امتحان کرده می شود و این امتحان را با سر بلند نزد خداوند با صبر می گذراند، الله مهربان در نتیجه وقتی که روز قیامت با خداوند ملاقات می کند، خداوند گناهان این بنده را می بخشد. دوستان گرامی قدر، ببینیم که نائل شدن به جنت هم کار آسان نیست. باید بنده در این دنیا کوشش کند، سعی کند، در امتحانهای الهی صبر را پیشه کند، شکیبایی را پیشه کند. در نتیجه خداوند به او پاداش می دهد. حالا ببینیم که در این حدیث عمل ذکر می شود که بنده امتحان کرده می شود در این روزگار. یکم این است که در نفسش، اگر بنده ای را خداوند در نفسش امتحان می کند، یعنی بیمارش می گرداند و این بیماری را با صبر و با شکیبایی می گذراند، خداوند را شکر و سپاس می گوید و به این امتحانی که خداوند بالایش آورده است راضی است. اگر با چنین حالت از دنیا می گذرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم این مژده را برایش بیان می کند. و دوم می بینیم که اگر نفر امتحان کرده می شود به فرزندش، یعنی یکی از فرزندش از دنیا می گذرد یا اینکه بیمار می شود فرزندش و در این مصیبت شکر می کند، الله را سپاس می کند. و سوم عملی را که در این حدیث بیان شد در مالش هست که یکی نفرهایی که اگر ثروتمند است یا مالی را که در دست دارد و الله مهربان اون مالش را از دستش میگیرد و فقیر میگردد و در این حالت هم این بنده اگر صبر کند، شکیبایی کند، نزد خداوند الله مهربان را سپاس گزاری کند و رضا باشد به آن چیزی که خداوند برایش آورده، در این سه عمل جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم مژده دادند که روز قیامت وقتی که الله مهربان را ملاقات میکند، الله گناهانش را بخشیده است. یعنی وقتی که خداوند گناهان بنده را میبخشد، حتما که رضای او در اینجا رضای خداوند است و این چنین جنت را نصیبش میگرداند. دوستان گرامی، ببینیم که در این روزگاری که ما قرار داریم، بالای هر یک بنده این امتحان ها آمدنی است، چی در نفس انسان باشد که بیمار میگردد سالهای دراز و میبینیم که بعضی از نفرها، حتی نفرهای هستند که با خداوند ستیزه میکنند که یا خدایا چرا دیگران را بیمار نکردی و بیماری بالای من آوردی. اگر این چنین سخنهای گفته شود، بالای انسان گناه ضم می شود و جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که معلمند برای امت می آموزانند که اگر مصیبت بیماری که بالای شما می آید، این امتحان الهی است، باید صبر را پیشه کرد و با سربلندانه این امتحان را می باید گذرانید و نتیجه اش را جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که گناهان انسان بخشیده می شود. و این چنین در مال، در فرزند که الله مهربان یکی را فرزندش را از دستش می گیرد و در این ساعت باید انسان شکیبا باشد، صبر کند و بنده
در جنازه اشتراک داشتم که یکی از نفران فرزند خود را عروسی کرده بود و همون در یک روزی که بعد از عروسی شدن فرزندش با کیرینش از دنیا گذشت و این مرد چنان فریاد میزد بالای تابوت که خدایا چرا جان مرانی و جان این فرزند را گرفتی. و خاصتا همین جمله ها را پیامبر صلی الله علیه وسلم و الله مهربان من میسازند که در این ساعت باید انسان شکیبا باشد، صبر را پیشه کند و الله را سپاسگزاری کند. ولی این مشکل است در این حالت که انسان خیلی غمگین میگردد، انسان این مصیبت را تحمل کردنش مشکل است، اما در نتیجه که جنت را جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم مژده دادن باید انسان با صبر باشد، شکیبا باشد تا این وعده پیامبر صلی الله علیه وسلم را نائل شود. و همچنین در مال انسان اگر یک امتحان می آید، یک نفر مالدار است، ثروتمند است، اگر مالش از دست می رود و فقیر و بینوا می گردد، در این ساعت باید الله مهربان را شکر کند، صبر را پیشه کند. الله مهربان این بنده را مکافات می دهد. و اما آیت های زیاد هم داریم درباره صبر که در سوره بقره الله مهربان در آخر آیت می فرماید که ان الله مع الصابرین، خداوند با صابران است. یعنی این صبر قدر میوه آسان نیست که خداوند این پاداش را، این مژده را برای ما بدهد که خداوند با کسانی هست که صبر کنندند، بلکه که این میوه را به دست آوردن مشکل است، تحمل کردن مشکل است، اما ما که بنده هستیم باید صبر کنیم، کوشش کنیم که خداوند را از خود رضا کنیم تا اینکه به جنت جاودان خداوند ما را نصیب گرداند. و دوستان عزیز، در عمل امروز هم میبینیم که برادران خود و خواهران خود که در نوار غزه که همین هر سه امتحان بالای آنها هست، یکی که مالهایشان از دست می رود، دیگری که فرزندهایشان از دست می رود، سوم که در جان خودشان در بیماری گرفتار شدند، بعضی ها جراحت برداشتند. حالا می بینیم که اینها چگونه صبر را پیشه کردند. این ثبت هایی که امروز در شبکه های اجتماعی می بینیم هر یک جمله های زیبا را دارند که حسبنا الله و نعم الوکیل و می گویند که الحمدلله بر این نعمت هایی که از جانب خداوند است. این باید برای من و شما درس باشد که در هر حالت انسان می تواند که صبر را پیشه کند، شکیبایی را پیشه کند تا اینکه خداوند به او جنت را نصیب گرداند. و قبل از انتهای صحبت خود برای برادران و خواهران مردم فلسطین دعا کنیم که خداوند صبرشان را بیشتر گرداند و از زیر ظلم این غاصبان آنها را نجات دهد و پیروزی را نصیبشان گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله.